میم سر دنیای مجازی بحث داشته می باشیم، سر فیسبوک و هر کس هر چیز نوشته میکنن و کسایی هستند که خبرهای خوش نشر میکنن، کسایی هم هستند که خبرهای ناخوشایند نشر میکنن. پس این هم جز از اعمال نیکشان شمرده میشه؟ البته چرا نه، یعنی اینترنت بخش زندگی امروزی ماست. این یک چیز بد نیست. اگر به کسی یک دو میزنی، این روبرویش میزنی، در آنلاین میزنی یک گپ است. بله. اکثر مردم امروز دیگه چیز مشکل در افغانستان کجاست که اینا از زیاد مردم ما از خود کدام کانتنت جور نمیکنن، از خود چیزی نمینویسن علمی. چی میکنن؟ یک نفر مرده عکسش میندازن، یک نفر زخمی شده. قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که یک چیزی که شما خود الله سبحانه و تعالی نفس سرتان نمیندازه، چیزی قدرت ندارین، او مسئولیت شما رو نمیگیره. اگر یک کسی یک جای چیزی شده موتر زده اوره، من هیچ مسئول از نیستم، چرا در فیسبوک باید ببینم؟ زیاد مردم از اینکه دپرس شدن چون چیزا رو دیدن و دویم با اشتکا خوب نیست. هر چیزی که آنلاین میکنن مثل میز که آفلاین میکنن. این یک بسیار مهم است. اکثر مردم که آنلاین میرن آداب و اخلاق اسلامیتشان در میز میمونن، خودشون در فیسبوک میرن. نه، همو چیزا رو در خود تطبیق کنین. فکر کنم همراه مادر صحبت میکنی، چرا همراه مادر میخوای صحبت کنی، امی قسم در فیسبوک